دوستان عزیزم سلام. این اولین قسمت از آموزش ساخت سرور ویتوری هست و ما قصد داریم راجع به مقدمه کار صحبت کنیم، اینکه با چه چیزی رو تهیه کنیم و اینکه این VPN چجوری کار میکنه. این VPN روی ویندوز، اندروید، iOS اجرا میشه و سرعت خوبی داره. حالا بسته به اون کشوری که سرور مجازی تهیه میکنیم متغیره. ما قراره تو این قسمت سرور مجازی تهیه کنیم که همونطور که اینجا نوشتم سایت های ایرانی و خارجی هستن برای خرید سرور که میتونیم بهشون مراجعه کنیم و تو این قسمت میخوام چند تا سایت بهتون معرفی کنم و یه سرور مجازی لینوکس بخریم که قسمت های بعدی که توی چنل یوتیوب آپلود میشه ازش استفاده کنیم برای ساخت سرور ویتوری. خب بریم برای ادامه آموزش. گوگل کروم رو باز میکنم. سایتی که الان باز کردم hetzner.com هست که میتونیم ازش سرور مجازی تهیه کنیم. سوالی که پیش میاد اینه که ما چطور میتونیم از یه سایت خارجی سرور مجازی تهیه کنیم. شما اول باید دکمه ساین اپ اینجا رو بزنین، ایمیل و پسوردتون رو وارد کنین، یه حساب ایجاد کنید. وقتی که حسابتون ساخته شد باید احراز هویت انجام بدین. برای احراز هویت شما نیاز به یک پاسپورت دارین. پاسپورت ایرانی باشه هیچ مشکلی نداره، حسابتون رو تایید میکنن. بعد از اینکه حسابتون تایید شد باید یه سرور ایجاد کنید. سروری که ایجاد میکنید از کشور آلمان باشه، حالا فنلاند و آمریکا هم هست ولی آلمان از نظر سرعت خیلی بالاتره برای ما که توی ایران هستیم و پلنی هم که میگیریم همین اولی هست، 4.5 یورو در ماه. برای ساخت سرور ویتوری اصلا نیاز نیست که زیاد هزینه کنیم، همین اولی کفایت میکنه. حالا من چون داخل این سایت ثبت نام انجام دادم و احراز هویت انجام دادم توی اینجا وارد شدم، یه پروژه اضافه کردم به نام وبدی. اینو که بزنم اسم وارد میکنم و اینجا یه دونه پروژه اضافه میشه برامون. خب روی پروژه هم میزنم. اینجا چون هیچ سروری نساختم روی اد سرور میزنم. خب تو این صفحه که برامون باز میشه باید لوکیشن سرور رو انتخاب کنیم. 4 تا کشور رو زده. من گفتم آلمان سرعت بالاتری بهمون میده، منم همینو میذارم بمونه، همین اوکیه. اسکرول میکنم به پایینتر. قسمت ایمیج OS ایمیج باید سیستم عامل رو انتخاب کنیم. ما نیاز به اوبونتوی نسخه 20 داریم، همینو میذاریم بمونه. اسکرول میکنیم. تایپ، قسمت تایپ باید استاندارد باشه. قسمت پلن ها همین اولی کفایت میکنه. دوباره اسکرول میکنم. قسمت نتورکینگ پابلیک IPv4 حتما باید تیکش خورده باشه، حواسمون به این باشه، ما نیاز به این داریم. قسمت SSH کی نیاز نداریم، قسمت ولوم نیاز نداریم، فایروال نیاز نداریم، بکاپ هم نیاز نداریم. قسمت پلیسمنت گروپس میتونید داخل یه گروهی سرور رو قرار بدین. قسمت لیبل هم میتونید یه چیزی، یه متنی واسه سرورتون بنویسین. کلاود کانفیگ هم میتونین سرورتون رو کانفیگ کنید و مرحله آخر انتخاب اسم برای سرور هست که همین وبدی اوکیه. فقط کافیه روی create server بزنید، create and buy now بزنید، سرورتون ساخته میشه. همین راحتی سرورتون ساخته شد و کارش تمومه. فقط یه ایمیلی برامون اومده که داخلش IP و یوزرنیم و پسورد نوشته شده که برای ورود به سرور بهش نیاز داریم که این میمونه برای قسمت های بعدی توی چنل آپلود میشه و میتونین ببینین. و بحثی که میمونه اینه که ما الان یه سرور ساختیم و هیچ مبلغی پرداخت نکردیم. سایت هتزنر فاکتور آخر کار رو برامون ارسال میکنه، یعنی 30 روز دیگه یه فاکتور برامون ارسال میشه که باید اون رو پرداخت کنیم. حالا یا میتونیم از طریق پیپال کردیت کارت پرداخت کنیم یا از سایت های ایرانی کمک بگیریم. میتونیم سرچ کنیم توی گوگل پرداخت فاکتور هتزنر، کلی سایت ایرانی هست که این کار رو برامون انجام میده. این بود از آموزش خرید سرور مجازی از سایت خارجی.
حالا اگه شرایطشو ندارین، نمیتونین از هزنر خرید انجام بدین، میتونین از سایت های ایرانی استفاده کنین. سایت های ایرانی مثل پارسپک، آذر آنلاین، ایران سرور هستن که میتونین ازشون سرور تهیه کنین. یه سایت هم هستی که من خودم قبل از اینکه با هزنر آشنا بشم ازش خرید انجام میدادم، هایو سرور بود که الان براتون بازش کردم. از اینجا میتونید سرور تهیه کنین. من اینجا 3 تا سرور گرفتم، استفاده کردم، راضی بودم، اوکی بود. ولی سرورهای هزنر واقعا حرف ندارن، امکانات بالاتری بهمون میدن، خیلی بهترن، 100 لول از سایت های ایرانی بهترن. خودتون یه تغییری انجام بدین و یه سرور لینوکس تهیه کنید. یه سرور لینوکس که اوبونتو روش نصب باشه، نسخه 20 و فعال باشه، تا بتونین توی قسمت‌های بعدی مثل خودم پیش برین و یه سرور ویتوری برای خودتون بسازین. اگه سوالی اشکالی داشتین داخل کامنت ها ازم بپرسین، جوابتون رو میدم. و اگر هم کانال رو سابسکرایب ندارین، سابسکرایب رو بزنید، خوشحال میشم. مرسی تا اینجای ویدیو با من بودین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.